درود و وقت بخیر خدمت همه دوستای عزیز. امیدوارم که روز خوبی سپری کرده باشید. میرم سر اصل مطلب و اصل مطلب اینه که این کانال برای رهایی از اعتیاد جنسیه و من خودم 2 سال و 6 ماهه که از این اعتیاد رهایی پیدا کردم و قصد دارم تجربیاتمو تو این کانال با دیگر دوستان به اشتراک بذارم. من ادیت بلد نیستم، نمیدونم کارهای فنی بلد نیستم، ولی بلدم بگم که چجوری شد که من از این اعتیاد رهایی پیدا کردم. من سالهای سال درگیر این بیماری بودم و فکر میکردم همیشه من تنها هستم، ولی یه جایی و یه اتفاقی افتاد که متوجه شدم تو سراسر جهان و تو سراسر ایران و تو سراسر شهر من آدمهای فراوانی هستن که با این مشکل روبرو هستن، ولی ترس، شرم، گناه، خجالت اجازه نمیده که در مورد این موضوع صحبت کنن. و من امروز اینجا هستم تا در مورد این موضوع با شما صحبت کنم که من سالهای سال خودارضایی کردم، سالهای سال فیلم پورن نگاه کردم، سالهای سال رابطه نامشروع داشتم و امروز رهایی پیدا کردم، اونم به کمک یک برنامه انجمن 12 قدمی که کارکرد اون قدم ها به من کمک کرد تا من بتونم رهایی پیدا کنم. امروز زندگی خوبی دارم. حق طبیعی شماست که یه زندگی سرشار از آرامش داشته باشید. زندگی من بر پایه دروغ و ناصادقی پایه‌گذاری شده بود. به خودم دروغ میگفتم، به خانوادم دروغ میگفتم، به اطرافیانم دروغ میگفتم و این یکی از دلایل مصرف بیماری اعتیاد جنسی من بود که من نمیدونستم بیمارم. شما امروز حق دارید با آرامش زندگی کنید و من راهی پیدا کردم که میشه بدون خودارضایی، بدون دیدن فیلم پورن، بدون داشتن رابطه جنسی نامشروع زندگی خوبی داشت. باور کنید من 52 سال زجر کشیدم، درد کشیدم تا این مکان رو پیدا کردم و این جلسه رو پیدا کردم و این برنامه 12 قدمی رو پیدا کردم. اگر شما هم طالب این هستید که این رهایی داشته باشید، میتونید برای من کامنت بذارید و من کامنت های شما رو جواب میدم و انشالله شما بتونید رهایی پیدا کنید. من تو این سلسله برنامه ها سعی میکنم به شما کمک کنم که از این اعتیاد رهایی پیدا کنید. فقط یه چیزی میخوام به شما یادآوری کنم، این که شما تنها نیستید، شما تنها نیستید و خداوند در کنار شماست. تا ویدیوی بعدی، یا علی، خدا نگهدار.